حالی دوستای عزیز میایم روی درس اصلی خود ما 3A Where are my keys؟ کلیدهای من کجاست؟ Number 1 Vocabulary small things. small things را دوستای عزیز stuff هم میگه. stuffs که اشیا میشه. things هم اشیا میشه. small هم کوچیک معنا میده. vocabulary هم که بخش لغات. A What are the 4 things? Can you remember؟ میگه این 4 تا عکسی که در اینجا چیزی که در اینجا ماندیم اینا چی هستن؟ آیا به خاطر دارید؟ remember دوستای عزیز به خاطر داشتن. 4 things هم که میفهمید 4 چیز معنا میده دوستای عزیز. حالا بیایید روی از این عکس ها. دوستای عزیز 4 تصویری که میبینید اولیش کتاب است، دومیش لپتاپ، سومیش هم موبایل، چهارمیش هم یک دانه تصویر یا عکس میباشه. کتاب دوستای عزیز که ایره ما شما سابق هم به خاطر داشتیم از دوران کودکی ما شما ایره بوک میگه. کتاب بوک. پس اینمی کتاب بوک اینجا نوشته میکنیم دوستای عزیز. بگذارید اینا رو. بوک را در اینجا دوستای عزیز نوشته کردیم یعنی کتاب. نمبر 2 لپتاپ دوستای عزیز. لپتاپ هم نوشته میکنیم در اینجا. لپ تی او که در اینجا نوشته شده است دوستای عزیز. از او صرف نظر میکنیم. یک تا پی در اینجا میگذاریم. لپتاپ. بعد از او دوستای عزیز روی نمبر 3 میاییم که فون یا موبایل است. فون هم راحت نوشته میکنیم. P H O N و ای فون دوستای عزیز. بعد از نمبر 4 که تصویر از ایره بسیار زیاد شنیدید میگه فوتو. فوتو رو که در مطبوعه ها و چیزا هم میگه فوتو. او و یک تی هم میگذاریم در اینجا. اوی دیگه خودش نوشته کرده دوستای عزیز. این بود از 4 تا تصویر دوستای عزیز. اولیش بوک که اینجا نوشتیم، دومیش هم لپتاپ که اینجا نوشته کردیم، سومیش هم دوستای عزیز فون یا موبایل که اینجا نوشته کردیم و چهارمیش هم فوتو یا تصویر که قشنگ ما شما کار کردیم. B page 119 vocabulary bank small things. حالا دوستای عزیز میریم صفحه 119 مفصل درباره small things یا اشیاء کوچک میخونیم که چه چیزا هستن و لغت‌های بیشتر هم حفظ میکنیم ان شاء الله. بریم دوستای عزیز. یا هم دوستای عزیز small things که در اینجا اشیاء کوچک را برای ما شما شماره گذاری کرده و همچنین در پایین از این دوستای عزیز برای ما شما باز نام نویسی کرده که کدام لغات کدام چیز می باشه. مثلا در اینجا نمبر 14 نمبر 9 باز در این قسمتش برای ما شما نوشته کرده که نمبر 14 کی می باشه. نمبر 9 که در اینجا هست نمبر 9 رو برای اینجا ما شما فون چارجر افون چارجر یعنی چارجر موبایل دوستای عزیز. حالا این لیسنینگ شب پلی میکنیم دوستای عزیز. listen and repeat the words. شما هم دوستای عزیز تکرار کنید با هم دیگه مرور میکنیم. 3.1 Small things. 1. A cell phone. 2. A watch. 3. A tablet. 4. A wallet. A change purse. 5. A pencil. 6. A notebook. 7. Glasses. 8. A photo. 9. A charger. A phone charger. 10. An ID card. A passport. 11. An umbrella. 12. A camera. 13. A credit card. A debit card. 14. A key. 15. A newspaper. دوستای عزیز ما شما مفصل خواندیم دیگه. تصاویرش هم در اونجا نشان داده که حال روی تصاویرش نمیریم یک بار ترجمه میکنیم دوستای عزیز.
از سلفون را که میفهمید سلفون یا موبایل است. واچ هم که میفهمید ساعت دستی میشه. تبلت هم که تبلت است. والت چنج پرس دوستای عزیز. والت بکسکای جیبیه که مردا در جیب خود میکنه و چنج پرس دوستای عزیز همین بایکای کوچیکی که از خانما باز مواد آرایشی اینا رو داخلش میگذاره در شانه خود میکنه، اینو میگه چنج پرس دوستای عزیز. پنسل را که میفهمید، نوتبوک هم کتابچه میشه، گلاسیز هم آینک میشه. گلاسیز دوستای عزیز این همین گلاس شیشه است، بس چون آینه دو تا شیشه کوچیک داره گلاسیز میگه. افوتور هم که میفهمید افون چارجر یا چارجر تنها دوستای عزیز اینمی چارجر موبایل میشه. هم میتونیم افون چارجر بگوییم، هم میتونیم چارجر بگوییم. ان آیدی کارت دوستای عزیز آیدنتیفی کارت است یا مو تذکره یا شناسنامه میشه دوستای عزیز. و پاسپورت هم که پاسپورت است. آیدنتیفی کارت دوستای عزیز یا آیدی کارت که این دو تا حرف اولش گرفته، آیدی کارت یا آیدنتیفی کارت دوستای عزیز شناسنامه میشه. پاسپورت هم پاسپورت. ان امبرلا چتری، ا کامرا، ا کریدیت کارت دوستای عزیز اینمی کریدیت کارت که ما شما میگیم کارتایی که بانکی که برای خود شارژ میکنه مردم و از او استفاده میکنه. و همچنین کریدیت کارت دیبیت کارت هم میگه کارتای بدهی دوستای عزیز. در کشورهای دیگه که هستن باز وقتی قرض و اینا میکنی باز یک کارت مخصوص برات میده، دیبیت کارت، کارت بدهی. اکی که کی میشه دوستای عزیز، نیوز پیپر هم که نیوز پیپر میشه یا روزنامه دوستای عزیز. حالا میریم دوستای عزیز cover the words, look at the photos, say the thing. Number 2 grammar, singular and plural nouns. اسمای جمع و اسمای مفرد. در قسمت گرامر دوستای عزیز اسم جمع و اسم مفرد را میخوانیم. اول بیایید روی این لیست یک بار مرور کوتاه داشته باشیم، باز ما مفصل گرامر را در بخش خود گرامر جدا بر شما تدریس میکنم. read the list. این لیست را بخوانید. What do you think are the top 4 things? 4 تا چیز تاپ در این چیز به نظر شما کدام است؟ Oh no, where's my phone? Oh no. این یک لفظی از اونها دیگه میگن نه where's my phone؟ موبایل ما کجاست؟ Every day people all over the world say. Every day دوستای عزیز هر روز. People all over the world یعنی مردم در سراسر دنیا میگه oh no where's my فلانی چیز، where's my فلانی چیز. The top 8 things that people look for are. 8 تا تاپ ترین چیزی که مردم دنبال از اون میگردن، سردرد باز گم میکنن، یادشان میره. Not in the correct order. اینا به شکل مرتب نیستن، شما اینا به شکل مرتب خودتان جاگزین کنید. مثلا مردم به نظر شما کدامی از این چیزا را زودتر از هم دیگه گم میکنه، یعنی زیاد فراموش میکنه. Pens and pencil، خودکار و پنسل خود زود فراموش میکنه. یا glasses and sunglasses. در مورد sunglasses دوستای یک داستان از آقای اشقری است، صوفی اشقری. صوفی اشقری یک شاعر بسیار چی بوده، در کوچه خرابات میششته، نسوار فروشی هم میکرده، باز شاعر خیلی قوی هم است، کتابای مکتب هم زندگی نامش آورده. یک روز ای بیادر با اجازه تان چی میشه، از امی با دوستان نشسته بوده در یک غرفه، بعد قصه و بحثشان که تمام میشه باز امی پیرمرد شده بوده دیگه، اصحاب حدیث میره نزدیک خانه میرسه، یادش میاد او عینک خود جای خود گذاشته، یعنی عینکش یادش رفته. دمی چی where's my phone؟ یه اشقری هم میگه where's my sunglasses. عینک ما کجاست؟ بازیم گفته بیا خویی دبین دوستا مانده دیگه. باز لنگان قدم زده میآید تا شام. پیشین بوده که رفته بوده، شام میرسه پالوی دوستا که دوستایشان یک دو سه تایشان رفته، یک دو سه تایشان مانده. باز میگه امی با دوستای خود میگه امی پیرمرد اذیت میکنین، امی رضای خدا است. ببین من عینکم جای مانده، عین نزدیک خانه رسیدیم، آل یادم آمده. امیر شما یکتان میگفتید که عینک جایت مانده، صدا میگید از پشت من. یکی از اون بچه ها بلند خنده میکنه، باز دیگرهایش هم خنده میکنه، میگه اشقری صاحب عینکت خود پیشانیت زده است. این قسمی دوستای عزیز بعضی چیزا یاد آدم میره، یعنی عینک خود پیشانی خود زده بوده، وقتی قصه گرم آمده بوده باز بیخی یادش رفته که عینک خود پیشانیش زده بوده، میره پس میایه بیچاره. keys and car keys، کلیدهای عمومی یا کار کیز دوستای عزیز کلید موتر.
wallet and change purses. wallet گفتیم دوستای بکسک جیبی، change purses همین بکسک هایی که جیبی کوچیکی خانم ها استفاده میکنه. بکسک جیبی دیگه گفتن نمیشه، همین بکسک هایی که در گردن خود میندازه یا در دست خود میگیره خانم ها. بانک کارت دوستای کارت بانکی، سیل فون دوستای موبایل، امبریلاز، فون چارجرز که چارجر موبایل میشه. اینا رو دوستای خود شما یادداشت کنید و متوجه شاید شده باشید بعضی وقتا بعضی چیزا یاد آدم میره.